جلیقه‌ای که تن علی آقا هستش و کلاهی که سرشه رنگ قهوه‌ای رنگی داره که همون رنگ بدن شتر است. اون از پشم شتر در واقع اولا که پشما رو میچینن موقعی که در واقع فصل گرما میشه، بعد میریسن خودشون با دست و بعد خودشون با 4 میل اینا رو میبافن. صنایع دستی بی‌نظیر همین منطقه است. آقا در بهشت باز شده برات. اونجا یه دونه چاه میرسن 140 کیلومتر بعد همیشه نه تا اون عالم رستاخیز راهی نیست. بفرمایید یه چشم هم دادنه دیگه. زمان و مکان چی باید تموم بشه. شاهنامه است که میگه توانا بود آنکه دانا بود، یعنی از روی خرد. ارزش جان رو از روی خرد درک میکنیم، پس نه میکشیم نه کشته میشیم. اگه بخوایم دوباره به آشتی و دوستی برگردیم، اگه بخوایم با همدیگه، با موجودات، با طبیعت به صلح برسیم، اگه دوباره این فرصت رو به خودمون بدیم که با آب، باد، خاک و آتش دوباره با درخت، با پرنده هماهنگ بشیم و حرمتشون رو حفظ کنیم، اون چه که نیاز داریم اینه که پی در پی و بی‌وقفه دوستی و صلح رو با خودمون تمرین کنیم. شبنم پاکم به عالم خاکی
چرا افتادم بخت نگون بین که در کجا بودم کجا افتادم. نمارک حاضری؟ بله کن آقا جون بنده شما چی کاره باشید؟ بله اون پنبه بله اون پرخور اومدین بچرخین سپا بزنین کشتی بگیرید اشکال نداره ما یه تصمیم کن شما شروع کنید. ما امروزه با مسائل جدی و پرخطری روبرو هستیم. ما ارتباطمون رو با طبیعت و الگوهای فرهنگی هماهنگ با اون یا از دست دادیم یا در آستانه از دست دادن اون. زندگی امروزه در شهرهای بزرگ دیگه این مجال رو به کسی نمیده که یاد بگیره چطور حرمت آب رو نگه داره، حرمت درخت رو نگه داره، حرمت حیوانات رو نگه داره، حرمت زندگی رو نگه داره، چطور به دیگران، به زبانشون، اعتقاداتشون، نوع زندگی و پوشششون احترام بذاره. به ویژه کودکان و نوجوانانمون این فرصت رو از دست دادن. در حقیقت ما راهی نداریم جز این که با قانون عمل کنیم. قانون طبیعت، قانونی که همه چیز رو به تنوع در میاره. تنوع درخت، تنوع حیوان، تنوع رنگ و فرهنگ آدمیان، تنوع زندگی. در حقیقت برای پاسخی در خور به این نیاز راهکار و طرحی لازمه که به یادگیری تأکید داشته باشه، یعنی تأکید بر تغییر خودمون. راهی نداریم جز این که به ارزش‌های جهان شمول جان و خردی بازگردیم. راهی نداریم جز این که حقایق زیستی فرهنگی رو محترم بشماریم، نگهبانشون باشیم. راهی نداریم جز این که مهربان‌تر باشیم. میگه نیارا همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بدان گه بودی آتش خوب رنگ، چمر تازیان از مهراب سنگ.学生也是。